مواد روانگردان هم از جمله مواردی هستش که متاسفانه در جامعه امروز ما رواج بسیار زیادی رو داشته و باز برخلاف مثلا 20 سال پیش که شاید کمتر خانواده‌ای درگیر این مسئله بود و محدود بود به یک عده خاص و طبقات خاص، امروزه تقریبا رواج بسیار زیادی رو پیدا کرده و همه جور خانواده‌ای رو متاسفانه درگیر خودش کرده. مسائل خیلی زیادی از بعد اجتماعی در این زمینه دخیل هستند، از جمله به هر حال اینکه ما در مسیر ترانزیت مواد هستیم، اینکه همسایه یک کشور تولید کننده هستیم، اینکه عرض کنم که به هر حال تبلیغات نادرستی در این زمینه انجام شده، فشارها و نابسامانی‌های اجتماعی و اقتصادی و همه اینا به هر حال دست به دست هم داده از بعد اجتماعی که ما با این بحران امروزی مواجه باشیم. اما از بابت ابعاد فردی مسائلی در این زمینه به نظر میاد که دخیل باشند، از جمله استرس زیاد و غالبا استرس هایی که از اجتماع به فرد منتقل میشه، بیکاری و عدم امید به آینده، به خصوص در حالا میان جوانان، به اینکه هرچی تلاش بکنن احتمالاً امیدی ندارن که به جای خاصی برسن، نبود آلترناتیو های مناسب، تفریحات دیگه و ساختارهای خاص شخصیتی و الگوهای ذهنی ناکارآمدی که خیلیاش از طریق آموزش و پرورش به اصطلاح غلط به افراد منتقل میشه و بالاخره زمینه‌های ارثی و تربیتی که در خانواده برای فرد ایجاد میشه، اینا همشون از عواملی هستن که میتونن زمینساز بروز اعتیاد باشه. مصرف مواد اما با کمال تأسف شایع‌تر از این حرف هاست که بخوایم اصلا براش عوامل زمینساز رو مطرح بکنیم. یعنی آمارایی که حالا چاپم نشده ولی وجود داره به هر صورت حکایت از این داره که درصد خیلی بالایی از جوانان در جامعه حداقل یک بار مصرف رو تجربه کرده. از نظر تأثیری که مواد در بدن ایجاد میکنن میشه اونها رو به دو گروه تقسیم کرد. یک گروه مخدرها هستن و یک گروه محرک‌ها که غالبا موادی که در جامعه امروز رواج بیشتری دارن متاسفانه غالبا از گروه محرک‌ها هستند که عوارض بیشتری هم دارن. اما چیزی که من میخوام اینجا بیان بکنم این هستش که ما در مغزمون یک مداری وجود داره که اصطلاحاً بهش میگن سیستم پاداش و این مدار در واقع محلی هستش که ما برای ما ایجاد درک لذت، انگیزه، امید و این چیزها رو در واقع این مدار در ذهن ما ایجاد میکنه. وقتی که یک نفر شروع میکنه به مصرف یک ماده‌ای و از همه مهمتر شیشه در این زمینه مطرح هستش، در واقع این ماده میاد و کنترل این مدار رو در دست میگیره. نتیجه این مسئله این هستش که دیگه بعد از این که کنترل در اختیار اون ماده قرار گرفت، همه چیز در کنار اون ماده است که میتونه برای ما سرمنشأ لذت یا انگیزه‌ای باشه و هیچ چیز بدون مواد دیگه برای ما لذت بخش نیست. پیشرفت، چه میدونم پول، حتی ارتباط جنسی هم نمیتونه لذت بخش باشه مگر در کنار مواد و این اون جایی هستش که در واقع اعتیاد شروع شده و بی‌محابا داره حرکت میکنه و این مسئله در حقیقت باعث یک آسیب فراگیر در مغز میشه که این آسیب در حد در واقع تحت سلولی هستش. اون چیزی نیستش که مثلا در عکس سی تی اسکن دیده بشه، ولی اتفاق میفته
و یک مجموعه علائمی رو در فرد ایجاد میکنه که این مجموعه علائم غالبا مشترکن، صرف نظر از اینکه فرد چی داره مصرف میکنه. در واقع میخوام این رو عرض کنم که نتیجه نهایی مصرف انواع مواد در واقع در مغز ما تقریبا بیشترش به یک نقطه ختم خواهد شد و اون این آسیب فراگیر هستش. علائم اون به صورت میل شدید به مصرف و عدم توانایی در کنترل این میل هست و دوم محوریت مواد در زندگی، یعنی فرد از لحظه‌ای که بیدار میشه در فکر این هستش که چجوری مواد تهیه کنه، کجا و کی و با کی اون رو مصرف بکنه و بعدش چیکار بکنه و در واقع این مواد هستش که محوریت زندگی فرد رو در اختیار میگیره و مسائل دیگه در حاشیه قرار میگیرن. اینکه تحصیلش چی میشه، اینکه کارش چی میشه، اینکه همسرش چی میشه، اینا دیگه در حاشیه قرار میگیرن. علامت دیگه ای که خیلی مهم هستش بی‌تفاوتی به محیط، دوستان، نزدیکان، پدر مادر، همه اینا به نظر فرد بی‌تفاوت میشن. فقط اون کسایی در زندگی فرد اهمیت دارن که به واسطه مواد در کنارش قرار گرفتن. علائم دیگه مثل تلاش‌های مکرر برای ترک، افسردگی، تحریک پذیری، ناامیدی، بی‌انگیزگی و عدم رضایت از زندگی، اینا علائمی هستش که خیلی رایج هستش. افت عملکرد تحصیلی و شغلی از چیزهایی هستش که غالباً در واقع اطرافیان رو مشکوک میکنه که یک چیزی در مورد اون فرد اشکال داره. علائم دیگه مثل عصبانیت زودرس، خستگی زودرس، استمرار نداشتن تو همه کارا، بی‌برنامگی و بی‌انضباطی و اون وقت در کنار اون علائمی مثل بدبینی و احساس تهدید شدن از طرف دیگران و همینجور افکاری مثل افکار خودکشی یا آسیب زدن به دیگران. اینا چیزهایی هستش که به صورت رایج در مصرف اغلب مواد ایجاد میشه. خب طبیعتاً مواد محرکی مثل شیشه در این مورد خطرناکترن، ولی حتی مواد کم خطرتری مثل تریاک هم نهایتاً در دراز مدت میتونن منتهی به مجموعه همین علائم بشن. به دلیل همین آسیب فراگیر مغزی هستش که در واقع درمان اعتیاد یک درمان دراز مدت و طولانیه و اون قصه سمزدایی در واقع ساده ترین مرحله در این ماجراست که در واقع به عنوان درمان اصلی اعتیاد تو جامعه ما متاسفانه مطرح میشه و در واقع همونجور که عرض کردم تجربه مواردی مثل سمزدایی، چیزی که به عنوان سمزدایی فوق سری یا UROD یه مدتی خیلی مطرح شد و متاسفانه بیش از 90% شکست داشت، این دقیقاً نشون دهنده این بود که روند درمان اعتیاد یک روند دراز مدته و اینجوری نیستش که با 2 هفته دوا خوردن و اینها موضوع حل بشه. مسئله خیلی مهم دیگه در درمان این هستش که این درمان باید توسط فردی انجام بشه که این کار رو بلده. ترک اعتیاد و کنترل مصرف مواد کار یک روانپزشک و کار یک پزشکی هستش که دوره این به اصطلاح رو دیده و مراجعه کردن به کسای دیگه برای این کار غالبا نتیجه جز شکست نخواهد داشت. درمان هایی که به چه میدونم درمان هیئتی و نمیدونم کمپ و این چیزایی که الان متأسفانه در جامعه هم رواج خیلی زیادی داره، ما غالبا چیزی که میبینیم این هستش که نتیجه خیلی درست و بسزایی رو ایجاد نمیکنه. و مسئله خیلی مهم دیگه که باید اینجا ذکر کنم این هستش که یک بار شکست در ترک اعتیاد فقط یک بار شکست نیست، بلکه اعتماد به نفس فرد رو برای اینکه در نهایت خواهد تونست این کار رو بکنه رو هم مخدوش خواهد کرد. در واقع یک بار شکست در ترک فقط یک بار شکست نیست، بلکه یک اثر مستمر میتونه در ذهنیت فرد بگذاره، مبتنی بر اینکه من اصلا نمیتونم،
و این قصه در توان من نیست، من چاره‌ای ندارم جز این که این موضوع رو ادامه بدم. و بنابراین من حتما پیشنهادم به کسانی که در این زمینه مشکلاتی وجود داره، حالا یا در خودشون یا در خانوادهشون، این هستش که حتما در این زمینه به فرد متخصص یا کسی که در صورت آموزش این دوره رو دیده و بلد این کار هستش و میتونه کار رو مدیریت بکنه در دراز مدت، به اون مراجعه بکنن تا انشالله بتونن موفق بشن.